الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. به نام جهاندار و جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد به حد من خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش دارد. الله مهربان دعا هستم که خداوند خاتمه کار همه ما و شما بندگانش را به خیر بگرداند. الله را دعا هستم که امیدها و خواهشات و آرزوهامون با فضل کرمش حاصل بگرداند. الله را دعا هستم که هر یک نفری از بندگان خدا را و این موضوعی که شما دیده ایستاده این خداوند موفق و میسرتون بگرداند. الله مهربان دعا هستم که همه گذشتگان ما را رحمت و مغفرت کنند. الله را دعا هستم که همه مهاجرهایی که از ما دنبال محنت و زحمت و به دست آوردن لقمه حلال هستین، خداوند کاراتون را برار و برکت و کشایش نصیب کند. و الله مهربان دعا هستم که خداوند همه ما و شما را در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد. برادران و خواهران و مادران و پدران عزیز و گرامی، با اراده الله ذوالجلال امروز ما در مدینه منوره قرار داریم، در شهر پیغمبر قرار داریم و البته مقصد ما بندهش، اراده بنده برای ادای حج عمره هست. برادران و خواهران عزیز، البته حج عمره که دانشمندها با او 7 فضائل دادگی‌اند. من الله را دعاگو هستم که خداوند از این فضیلت هایی که برای کسانی که ادای حج عمره میکنند الله نصیب شده. و باید شما دانید که هر کسی که برای ادای عمره میآید، دین ما برادران عزیز، الله و رسولش کفارت گناه وعده کرده است که کمبود و اشتباه و گناه شما را خداوند به طفیل این عبادت بخشیده می‌گرداند. و الله مهربان وعده کرده است که عالی ترین مکافاتی که نام او جنت است برای ادا کنندگان حج عمره نصیب می‌گرداند. و الله مهربان وعده کرده است که دعای حاجی پیش الله قبول است، گناهش مغفور است و این حاجی ها مهمان های الله هستند. خداوند دعاگو هستیم که آنچه را که در فضایل این عبادت خواندیم و دیدیم، خدای مهربان بر همه حاجی های این تاجیکستان ما نصیب و روزی بگرداند. برادران و خواهران عزیز، من از این لحظه های بسیار پرارزش الحمدلله استفاده برده اولا خداوند سپاسگزاری میکنم که در مسجد پیامبر نازنین قرار دارم و با خودم عهد کردم که باید من دعاهای داشته باشم وقتی که وعده الله و رسولش باشد که دعای حاجی پیش خداوند قبول می شود. اولا دعاگو هستم که مردم تاجیکی که از ما خیلی مردمی الحمدلله رب العالمین، مردم مسلمان، مردم با رحم، مردم با آداب، مردم بیکینه، مردم بسیار خوب و خیر هستند و امروزها که ما در این عبادت ها با بعضی از اونها ملاقات میکنیم و همه برای خاطری گرفتن این اجر و ثواب و این موضوع ها قدم زدن، بیخوابی ها کشیدن، گرسنگی ها هم کشیدن، زحمت های زیادی را پس سر کردن
خدای مهربان همه ای را به درگاهش مقبول بگرداند. الله مهربان دعاگو هستم که جمیع مردم این تاجیک ما که اینجا علاقه حضور دارند خداوند با صحت و سلامت به خاندان بر بگرداند و بسیاری نفرهایی که به حاجی ها اعتقاد دارند با اخلاص دارند و میآیند زیارت میکنند میگن دعا که ما را هم به همون موضوع ها موفق و میسر کند. دعا میکنیم که خداوند آن نفرهایی که آرزو و خواهش این عبادت را دارند و این موضوع های مقدس قدم زدن را دارند، خدایا اونها را هم به این عبادت تو و این زیارت ها و این طواف ها پروردگار را موفق شو گردان. دعای دیگری که میخواستم در این لحظه های خیلی پرارزش و لحظه های خیلی خوب الله مهربان دعا کنم، این برای امن و برای آرامی و برای آسودگی و برای تینجی ملک و دیاری ما و شما، یعنی تاجیکستانی عزیز ما و شما هست. برادران و خواهران عزیز، من از همه حاجیایی که البته به این عبادت خیلی و خیلی صاحب دارای اجر و پاداش هست، وقتی به این موضوع های مقدس قدم میزنید، هرگاهی که در حق جان خود دعا میکنید، هر وقتی که در حق گذشتگانتون دعا میکنید، در حق بیماری هاتون دعا میکنید، هیچ وقت دعا کردن در حق آرامی و آسودگی ملک و وطنمون هیچگاه فراموش نکنید. من از همه حاجی ها این خواهش دارم و خود من در برابر این دعا میکنم که الله مهربان ملک ما را، وطن ما را و دیار ما را خدای مهربان تینج و امان و آرام و آسوده الله مهربان نگهبان باشید. خدای مهربان این مشکلات هایی را که امروز ما میبینیم در روی دنیا، این سختی هایی را که میبینیم در روی عالم و این سرگردانی هایی را که از روی ناآرامی و ناآسودگی ها میبینیم، خداوند دعا میکنیم که خداوند هیچ وقت بر بالای این مردم و بر بالای این ملت ما این سختی ها را و این مشکلات ها را الله مهربان نیارید. همیشه در ملک ما، همیشه در وطن ما خداوند آرامی و آسودگی و تینجی را بر دوام نگه دارید. جمعی آن بندگانی که در این آرامی ها، در این آسودگی ها دست دارند، سعی دارند، کوشش میکنند که این ملک آرام بستند. البته این اول و آخر فضل الله است. بعدا در این کار البته رهبر دولت، البته جمعی مقامات هایی که همیشه شب روز برای آسودگی این مردم دستیاری دراز میکنند و همچنان پیشنهادهای نیک میکنند. خدای مهربان تنشون صحت، ایمانشون باز هم کامل و خاتمهشون بخیر و در این کار ثواب الله مهربان در نامه اعمالشون اجر نویسنده بگرداند. دیگر دعایی را که میخواهم در این لحظه ها دعا کنم، خداوند این بیماری که روی عالم فرا گرفته است و کسانی که از این بیماری از مردم ما گذاشتن، اولا خداوند رحمت و مغفرت، کسانی که مبتلای بیماری هستند خداوند شفای کامل و الله مهربان این درد و این مشکلات هم از روی عالم دور بگرداند. خدای مهربان این مقصدهایی بود، این اراده هایی بود که من میخواستم این را انجام دهم و الله مهربان این دعاهاما و این مقصودهاما با فضل و کرمت حاصل بگرداند. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آمین یا رب العالمین.